کیتو یا نود جنوبی در سومین خونه چارت تولد ما در استرولوژی ودیک چه معنی و چه تأثیری میتونه داشته باشه؟ همونطور که میدونید خونه سوم مربوط هست به ارتباطات گفتاری و نوشتاری ما با اطرافیان، برادر و خواهر کوچکتر ما و هر آن که در نزدیکی ما زندگی میکنه، مثل همسایه، همکار، همخونه، همکلاس. همه اینها به خونه سوم مربوط هست. تلاش و قدرت و جرأت درونی ما به خونه سوم مربوط میشه. سفرهای کوتاه مدت، خرید و فروش و تجارت، شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های جمعی به طور کلی به انرژی خونه سوم مربوط هست. کیتو یا نود جنوبی هم که معرف حضورتون هست به تنهایی و انزوا و دوری مربوط میشه و برخلاف راهو فقط به معنویات و امورات غیر مادی و غیر زمینی علاقه‌مند هست. وقتی که کیتو در سومین خونه چارت تولد اصلی یک شخص قرار میگیره، در زندگی قبلیش این شخص احتمالاً انرژی خونه سوم رو به درجه استادی رسونده. به اصطلاح کیتو در این خونه پرچمش رو برافراشته. انرژی پس‌زننده کیتو در خونه سوم باعث میشه که شخص از برادر خواهر کوچکترش و در کل از اطرافیانش فاصله بگیره و تنهایی رو ترجیح بده، چون نحوه ارتباطات این افراد خاص هست و به نظر دیگران ممکنه حتی گیج کننده و گمراه کننده به نظر بیاد. بنابراین ارتباطات این افراد با اطرافیانشون به حالت نرمال و عادی و روان پیش نمیره و همین باعث ایجاد فاصله بین این شخص و اطرافیانش میشه. از اونجایی که خونه سوم به سوشال مدیا یا همون شبکه‌های اجتماعی مربوط میشه، وجود انرژی پس‌زننده کیتو باعث میشه که این افراد احتمالاً علاقه چندانی به شبکه‌های اجتماعی و اخبار به طور کلی، رسانه‌های جمعی نداشته باشن. ولیکن از اونجایی که این خونه در زندگی قبلی این افراد به تبلور و تجلی رسیده و به بالاترین سطحش در واقع رسیده، ممکن هست که کاملا برعکس باشه. این افراد خیلی هم خوب در شبکه‌های اجتماعی ظاهر بشن و مخاطب رو جذب بکنن، ولیکن این مثبت یا منفی بودن کیتو در این خونه به جایگاه بقیه سیارات مربوط میشه. بنابراین هر دو حالت امکانش هست. از اونجایی که راهو در مقابل کیتو در خونه نهم قرار گرفته، این افراد به سمت عرفان و فلسفه در زندگی جذب میشن، به خاطر اینکه انرژی خونه نهم به این چیزها مربوط است. به عرفان مربوطه، به فلسفه، به اعتقادات ما در کل در زندگی و همینطور به یادگیری ها، به درس هایی که ما در زندگی از استادان و راهنمایان و حتی اطرافیانمون یاد میگیریم. بنابراین زندگی این افراد به اصطلاح صرف یادگیری میشه برای درک عمیق‌تر زندگی. کیتو از خونه سوم نگاهش به خونه های هفتم، نهم و 11 هم هست و نگاه کیتو به خونه هفتم باعث میشه که ارتباطات شخص با پارتنرش، حالا یا شریک کاری یا شریک زندگیش، محدود بشه به خاطر انرژی مبهم کیتو و همینطور پس‌زننده کیتو. ارتباطات این شخص با شریک زندگی یا شریک کاریش احتمالاً محدود و گاهی گمراه کننده و گیج کننده ممکنه به نظر بیاد. حتی این مسئله ممکنه باعث جدایی شخص از شریک زندگی یا شریک کاریش بشه، ولیکن این جدایی ممکنه دلایل دیگه ای داشته باشه. ممکنه شخص برای تحصیل یا کار یا هر دلیل دیگه ای به یک شهر یا کشور دیگه ای بره و در کل یک فاصله ای
بین این شخص با شریک کاری یا شریک زندگیش وجود داشته باشه. از اونجایی که خونه سوم به دستان ما مربوط میشه در بدن، این اشخاص به قولن دستان شفابخش دارن. این افراد حتی اگه نویسنده هم باشن، در امورات معنوی و روحی و التیام بخش و شفا بخش روح و روان دوست دارن که بنویسن. اما همونطور که قبلا گفتم، همیشه در نظر داشته باشید که این توضیحات فقط برای جایگاه کیتو به تنهایی در سومین خونه چارت هست و برای تحلیل و قضاوت یک چارت باید فاکتورهای زیادی رو مد نظر قرار داد و این تعاریف صرفاً جهت آشنایی شما با جایگاه هر گراها یا سیاره در یک خونه هست تا به درک بهتر و عمیق‌تری از چارت تولدتون برسید، چون چارت تولد شما در واقع نشان دهنده نوع انرژی هایی هست که در زندگی شما جریان داره. هرچه بهتر این انرژی ها رو بشناسید، بهتر خودتون و زندگیتون رو میشناسید و در مسیر رشد و در مسیر صحیح بهتر میتونید قدم بردارید. امیدوارم این تعاریف و این توضیحات براتون مفید واقع بشه. هر کجا که هستید روز یا شبتون خوش و تا درودی دیگر بدرود.